این مرد توی هر ساعت 5 میلیارد به حسابش واریز میشه، ولی اون اصلا خوشحال نمیشه، چون مرد توی یه بازی 24 ساعته زنده موندن شرکت کرده و 5 تا قاتل فوق حرفه‌ای وظیفه دارن قبل از تموم شدن 24 ساعت مردو بکشن. هر یه ساعتی که مرد بتونه خودشو زنده نگه داره، پول واریزی به حساب مرد 2 برابر میشه و اگه بعد 24 ساعت هنوز زنده باشه، مرد 885 میلیارد دلار در میاره. اما این کار تقریبا غیر ممکنه، چون به محض اینکه مسابقه شروع میشه اون نباید وایسه و مخفی بشه، نباید به هیچ کس درباره بازی چیزی بگه و نباید شهر رو ترک کنه. اگه مرد هر کدوم از این قانونا رو بشکنه، بازی هرگز تموم نمیشه تا اینکه مرد بالاخره کشته بشه. مرد حتی نمیتونه داخل دستشویی قائم بشه، چون به مرد یه رادیو وصله که توی هر لحظه لوکیشن دقیقش رو به قاتلان نشون میده. مرد که دیگه از زنده موندن ناامید شده، میره پیش یه کشیش تا قبل از مرگش طلب آمرزش کنه. اما